فالو کنید، دنبال کنید، معرفی کنید، بشنوید، لذت ببرید، سابسکرایب کنید، حمایت کنید. قوطی عطاری دفتر خاطرات مشترک همه ماست. به پادکست قوطی عطاری خوش اومدید. به فصل سوم پادکست قوطی عطاری خوش اومدین. من ایمان افشاریان هستم و از شما شنونده این پادکست و همراهان قوطی عطاری چه در کست باکس و چه در کانال یوتیوب بسیار ممنونم، به خاطر اینکه پادکست قوطی عطاری رو برای شنیدن انتخاب کردید و با کامنت های محبت آمیزتون به من برای ادامه کار انگیزه صدچندان میدین. خوش به حال من و قوطی عطاری به خاطر داشتن شما. برای حمایت از این پادکست قوطی عطاری رو به دوستانتون معرفی کنید. بامداد داداشم بالاخره اون موتور قراضه‌شو فروخت، با پسندازی که داشت و کمک بابام و یه خورده کمک من موفق شد یه دونه ماشین نو بخره، اونم قسطی. ماشینم که میگم منظورم بنز و بی ام و اینا نیستا، نه، یه پراید خرید. ولی از خوشحالی سر از پا نمیشناخت. از وقتی هم که ماشینو تحویل گرفته بود یه دونه لنگ نم دستش بود و مدام هر ساعت روی ماشین میکشید که مبادا گرد و خاک روی ماشینش بمونه. پلاستیک صندلیا و سایبون ماشین و اینا رو هم دوتایی با هم کندیم. یعنی میخواست نگه داره. گفتم بابا دیوونه، مگه میخوای ماشینو بفروشی؟ میخوای استفاده کنی دیگه، اون صندلیه برای توه دیگه، حالا یه روکشی بعد بنداز روش. مدام هم میگفت جمعه بشه با هم دیگه از کرج بریم تهران، تو بازار اونجا شیشه آشو بدم دودی کنن، یه پخش درست حسابی براش بگیریم. یه سری لاستیک و زیوار کنار درم نداشت که جاش بود ولی نداشت، یعنی کارخونه روش نذاشته بود، بریم اونا رو بگیریم و بذاریم روشو. من گفتم باهات میام ولی به یه شرط. گفت چه شرطی؟ گفتم میام که بعدش ببریم همون بازار یه چلو کباب درست حسابی بهم بدی، شیرینی ماشینت. گفت باشه به روی چشم. گفتم یه شرط دیگه هم دارم. گفت اونم نگفته قبول. گفتم حالا بذار بگم. تو خیابون جمهوری یه پاساژی از پاساژ پروانه که جمعه بازاره، همه میان اونجا خرت و پرت و این چیزا میفروشن. گفت خب. گفتم من یه ساعت میخوام اون تو بچرخم. شنیدم اونجا صفحه‌های قدیمی گرامافون میفروشن، برام جالبه برم ببینم چنده، چجوریه، چی پیدا میکنیم. گفت باشه اونم به چشم. اصلا اول میریم پاساژ پروانه. این خاطره‌ای که دارم براتون تعریف میکنم برمیگرده به سال 88 و همه این برنامه‌های بامداد دقیقاً افتاد روز جمعه که مصادف شده بود با 22 بهمن. یعنی 22 بهمن 88 من و آقا بامداد دوتا داداشی نشستیم توی ماشین 90 از کرج راه افتادیم اومدیم سمت تهران. انقدرم توی مسیر یواش میومد که مبادا موتورش از آببندی خارج بشه. میگفتم بامداد بابا گاز بده. میگفت نه این باید آب بندی بشه. گفتم این پراید 100 سال دیگه هم آب بندی نمیشه. طرفای 10 صبح رسیدیم میدون آزادی. از میدون آزادی به سمت میدون انقلاب که داشتیم می اومدیم، دو طرف بولوار پر بود از ماشینای گارد ویژه و مامورای پلیس که همینجوری دسته دسته سر چهارراه واسطاده بودن. گله گله هم میدیدی موتور سوارای لباس شخصی که همه سفید پوشیده بودن با هم دیگه گاز میدادن، یه دفعه از یه طرف میرفتن یه طرف دیگه، از یه طرف میرفتن یه طرف دیگه. گفتم بامداد فکر کنم بعد روزی رو انتخاب کردی بیای تجهیزات و تزیینات ماشینتو درست کنی. یه خورده اوضاع قاراش میشه، مخصوصا با اتفاقاتی که چند ماه پیش افتاده و بگیرا و بزنا. باید میذاشیم جمعه بعد بیایم. گفت ما چی کار داریم؟ ما اصلا از این طرف نمیریم، از جمالزاده یه خیابون قبل از میدون انقلاب میندازیم میریم پایین میخوریم تو جمهوری، اصلا جمهوری رو میریم، کاری نداریم به این جایی که میخوان راهپیمایی کنن و سخنرانی داشته باشن. به ما چه؟ ما میریم اونور. هر چقدرم به میدون انقلاب نزدیکتر میشدیم خیابون شلوغتر و ترافیک شدیدتر میشد.
آخرش هم به زحمت تو کوچه پس کوچه و اینا موفق شدیم خودمون رو برسونیم به همون خیابون جمالزاده. ولی واقعا هم دسته مردم داشتن اضافه می شدن، هم این گاردای ویژه و پلیس راهنمایی رانندگی و اینا راهها رو بسته بودن. اصلا یه وضعیتی بود. توی کوچه یه جای پارک خیلی خوب پیدا کردیم، گفتم که بام داد بیا ماشین اینجا پارک کنیم، پیاده شیم بریم پاساژ پروانه پیاده تو جمهوری، بعدش هم بریم نهارمون رو بزنیم، بعد برگردیم ماشین رو برداریم بریم سمت بازار اون تزییناتیا. اینجوری این 2-3 ساعت گذشته، این نماز جمعه هم که میخوان بخونن تموم شده، حال قضیه کنده میشه دیگه، این خلوت میشه، راهام باز میشه. گفت باش، ماشین رو پارک کردیم و پیاده شدیم و قفل فرمون و قفل پدالم بهش زدیم و پیاده راه افتادیم تو خیابون جمالزاده به سمت پایین که برسیم به جمهوری. هر چقدر ما میرفتیم به سمت خیابون جمهوری، این مردمی که دسته می اومدن بالا که برن میدون انقلاب، تعدادشون بیشتر و بیشتر میشد. بالاخره ما رسیدیم تو خیابون جمهوری، دیدیم چه قلقله اونجا. بامداد گفت خوب شد ماشین رو نیاوردیم، 4 ساعت اینجا تو ترافیک میموندیم. بامداد 3 سال از من بزرگتر بود، حالا هم سنی بزرگتر بود هم قدی، یعنی اصلا اون قدش یه جور نامتعارفی بلند بود. تو جمعیت که راه میرفت قشنگ 2 وجب از همه بلندتر بود. به قول مامانم میگفت یه سر و یه گردن از همه رشیدتره. لاغر با موهای فر زیاد هم میگم فر یعنی یه خورده موهاش فر نبود، انگار رو سرش یه کلاه بزرگ فر گذاشته بودن. چون قدش بلند بود یه قدم که برمیداشت خیلی میرفت جلو و من هر 2 قدم اونو 3 قدم باید میرفتم. هی هم بهش میگفتم آرومتر برو، میگفت نه زودتر بیا از لای اینا رد شیم، از لالوی مردم رد شیم، برسیم کارمون انجام بدیم، برگردم ماشینو برداریم. من نگرانم ماشینو اونجا گذاشتم. توی این شلوغ بلوغی خیابون جمهوری که داشتیم میرفتیم به سمت پاساژ پروانه به اون جمعه بازار و سمساریه، یهو دیدیم یه سری از مردم دارن میدوئن به سمت ما، با فریادم میدویدن و یه عدهشون داد میزدن برو فرار کن بدو. من اون جلوی رومو کامل نمیدیدم. به بامداد گفتم چه خبره؟ گفت موتوریا بدو. برگشتم نگاه کردم دیدم یه چیزی نزدیک مثلا 30-40 تا موتور سوار که همشون پیرن سفید یقه بسته داشتن با باتوم 2 ترکه داشتن حمله میکردن وسط مردم. یعنی قشنگ این تصویر منو یاد این فیلمای حیات وحش مینداخت که نمیدونم مثلا این حیوانای درنده بزرگ میافتن تو گله آهو، ملت فقط میدویدن و اونا هم باتومو میچرخوندن بالا سرشون و هر کسی به پستشون میخورد میزدن توی سر، کمر، پا، دست. ما اصلا ناخواسته با مردم هل خوردیم که برگردیم به سمت مسیر برعکس. تو این بدو من فقط چش میکردم که بامدادو گم نکنم و خدا رو شکر چون قدش بلند بود اگر یک لحظه هم از دیدم خارج میشد دوباره پیداش میکردم. همینطوری که همه داشتن میدویدن دوباره یه عده از اون طرف اومدن گفتن فرار کنید. دوباره یه سری موتوری به سمت مردم حمله کردن، گاز انباری داشتن مردمو میزدن. چه کنیم کدوم طرف بریم؟ همه تو این کوچه پس کوچه ها داشتن پخش میشدن که یهو بوم گاز اشکاور زدن. هم اشکاور زدن هم دورزا زدن، یعنی یهو اونجا شد سفید و چشمای همه شد پر اشک. یعنی من خودم چشام باز نمیشد. با 1000 زحمت از لالوی مردم اومدم کنار دیوار که اصلا ببینم من کجا باید برم، چیکار کنم، بامداد کجاست. داشتم با 2 دستم چشمامو میمالیدم که یه نفر اومد مچ دستمو گرفت گفت نمال چشتو بدتر میشه، بیا و منو دنبال خودش کشون رفت. منم دیدم همه هم دارن همین ور میرن، رفتم پیچیدیم توی کوچه. یه نفر توی حلب روغن بزرگ آتیش درست کرده بود و این آتیش دود میکرد. همه دورش جمع شده بودن که این دود آتیش بخوره به چشماشون که گاز اشکاور خورده که این اثرش از بین بره. میگفتن نباید آب بزنی به صورتت، آب بزنی بدتر میشه، تنها راهش که بتونی نجات پیدا کنی دود آتیشه. اصلا دور این حلب آتیش مردم میچرخیدن، تو صف میرفتن میرسیدن اونجا، یک کمی منتظر میموندن، چشماشونو باز میکردن توی اون دود، میرفتن نفر بعد یه جورای حلقه مردم دور این حلب آتیش طواف میکرد. منم بالاخره رسیدم و چشمامو تو این دوده باز کردم و واقعا هم تأثیر مثبت داشت و
یه خورده اشک چشمام کمتر شد و چشمام باز شد و موفق شدم درست ببینم. دوباره برگشتم سر اون کوچه تو اون خیابون اصلی که ببینم بامداد کجاست. حالا مگه میشه بامداد رو پیدا کرد تو اون جمعیت؟ یه عده داشتن کتک میخوردن، یه عده یه دونه از این موتور سوارا رو انداخته بودن رو زمین، اون یارو لباس شخصیه داشت فرار میکرد، بقیه هم تا میتونستن مشت و لگد میزدن. به 30 ثانیه نکشید موتورش آتیش زدن. اصلا جنگ شده بود. باز دوباره وقتی گله موتورها حرکت میکرد مردم فرار میکردن. پشت ترک بعضی از این موتورها کسایی که نشسته بودن باتوم دستشون نبود، با موبایل عکس میگرفتن از مردم، حالا یا فیلم میگرفتن. انقدر دود رفته بود توی حلقم که حتی نمیتونستم فریاد بزنم، مثلا صدا بزنم بامداد کجایی؟ و فکر کنم اگرم این کارو میکردم فایده ای نداشت. اصلا هر چقدر چشم کردم که بامداد و با اون قد بلند و موهای فر روی سرش ببینم، ندیدم که ندیدم. وسط بلوار جمهوری که صحنه جنگ شده بود، صدای تیر می اومد، یه عده شعار میدادن، یه عده فوش میدادن، از یه طرف گارد ویژه حمله میکرد و هی مدام گاز اشک‌آور میزدن. گفتم بابا گور بابای چلو کباب و پاساژ پروانه و تزیینات ماشین، برگردیم بریم خونه کرج تا یه بلایی سرمون نیامده. حالا هرچی میخوام با موبایل شماره بامدادو بگیرم نمیشه، 2 تا بوق میخوره قطع میشه. نگاه کردم دیدم اصلا آنتن ندارم. یعنی اصلا یه کاری کرده بودن که اون منطقه هیچکس آنتن نداشته باشه. گفتم بهترین راه اینه که من برگردم سمت ماشین. بامدادم که ماشین به جونش بسته است، منو پیدا نکنه میاد سمت ماشین، اونجا هم دیگه رو میبینیم و سوار میشیم برمیگردیم کرج. از لالوی جمعیت و کوچه پس کوچه و اینا رفتم تو خیابون جمالزاده. اونجا هم شلوغ بود، ولی به شدت بزنی که الان دیده بودم یه خورده اوضاع آروم‌تر بود. رفتم تو اون کوچه‌ای که سرش ماشینو پارک کرده بودیم، واسطادم، دیدم که خب بامداد نیست. 10 دقیقه گذشت خبری از بامداد نشد. نیم ساعت گذشت خبری از بامداد نشد. من 2 ساعت و نیم کنار ماشین بامداد واسطادم که بامداد بیاد، ولی خبری از بامداد نشد. داشتم از نگرانی میمردم. تو دلم مثل سیر و سرکه میجوشید. خدایا بلایی سرش نیامده باشه. الان چی کار کنم؟ کجا برم؟ اصلا مگه میشه الان بری مثلا پیدا کنی یا رد کسی رو تو این خیابون و تو این شلوغی دنبال کنی؟ مگه میشه؟ اصلا موبایلم هم اصلا آنتن نداشت، حتی نمیدونستم به کی زنگ بزنم. یعنی اگرم داشت بازم نمیدونستم چی کار کنم. مثلا زنگ بزنم خونه به بابام بگم، به مامانم بگم، خب اونا از نگرانی پس میافتادن. خودشم که تو همون منطقه‌ای بود که من بودم آنتن نداشت. دیدم فایده‌ای نداره. دوباره برگشتم تو خیابون اصلی و رفتم دوباره سمت جمهوری و همون جایی که گمش کرده بودم شروع کردم گشتن دنبال یک آدم قد بلند با موهای فر. همچنان درگیری‌ها ادامه داشت. توی نقطه شدت پیدا می‌کرد، توی نقطه آروم‌تر می‌شد. دوباره بزن میشد، دوباره مردم فرار میکردن، موتوریا گله‌ای حمله میکردن، یه عده عکس میگرفتن، یه عده شعار میدادن، یه عده فوش میدادن. یه سری آدم هم تو این خونه هایی که رو به خیابون بود از پنجره خونهشون بیرون رو نگاه میکردن، انگار داشتن فیلم مستند زنده میدیدن. اونجا سرم آوردم بالا، دیدم یه پیرمرده با یه زیرپوش رکابی تمام نیمتنش از پنجره خونش داره بیرون رو نگاه میکنه. از اون پایین صدا زدم که آقا ببخشید. متوجه صدای من شد و با دستش اشاره کرد که چیه. گفتم من دنبال داداشم میگردم، قد بلند، موهای فر، موهاش خیلی فر بود، شما کسی رو به این نشونی ندیدی؟ اونم 2 تا دستش آورد جلوی دهنش که یه حالت بلنگو پیدا کنه که صداش به من برسه. گفت نه ندیدم، ولی همین 1-2 ساعت پیش یه در سوار مینیبوس کردن بردن، چند تا مینیبوس بردن. گفتم ای وای، خدا کنه بامداد تو اونا نباشه، حالا اصلا چطوری پیگیریش کنم؟ گفتم کجا بردن؟ پیرمرده از همون بالا گفت وزرا، خیابون وزرا. میدونستم کجاست، یعنی اصلا وزرا معروف بود دیگه. منکراتی هم هر کسی رو میگرفتن میبردن اونجا. خود منم یه بار گذرم اونجا خورده، یه شب اونجا بازداشت بودم. من برگشتم سمت ماشین، تقریبا یه 3-4 ساعتی گذشته بود و من هیچ خبری از بامداد نداشتم. کلید ماشینم نداشتم، کلید ماشین دست بامداد بود. ماشینم نمیتونستم اونجا ول کنم. اصلا نمیدونستم چی کار کنم. فقط یادم بود که بهترین راه اینه که من برم
کرج توی مدارک ماشین یه دونه کلید یدکی بود. حتما تو اتاق بامداد هست. برم اون کلید یدکیه رو بردارم، بیام ماشین رو بردارم، بیفتم دنبال این که اصلا ببینم بامداد کجاست. بعد یادم افتاد خب اون کلید یدکیه فقط کلید یدکی ماشینه. کلید یدکی قفل فرمون و کلید یدکی قفل پدال و اینا رو که من نمیدونم کجاست. اگرم داره که من خبر ندارم ازش. پس باید ماشین رو همینجوری ول کنم. ولی تو این شلوغ پلوغی‌ها، تو این بزنات، تو این تیراندازی‌ها بلایی سر ماشین نو نیاد. توی همون کوچه بین ماشین و دیوار واسطاده بودم و واقعا نمیدونستم چی کار کنم. به قول معروف کاسه چه کنم دستم بود. دلم میخواست یه نخ سیگار بکشم. سیگارم همراهم نبود. جایی هم باز نبود برم بخرم. یعنی اصلا اگه جایی باز بود میرفتم یه کلیدساز برمی داشتم میومدم میگفتم در ماشین رو باز کنه برام. رفتم سر کوچه، یه نفر داشت رد میشد، گفتم آقا ببخشید سیگار داری؟ یه نگاهی به من کرد و دست کرد تو جیبش و یه پاکت سیگار در آورد و یه نخشو داد به من و اومد بره. گفتم ببخشید آتیشم داری؟ برگشت فندک زد و من سیگار رو روشن کردم، گفتم دست شما درد نکنه. اون آقا هم همینجوری تو هول و ولا و نگرانی رفت. من برگشتم تو کوچه، دوباره بین دیوار و ماشین تکیه دادم که این سیگاره رو بکشم و فکر کنم که چه غلطی باید بکنم. به سمت انتهای کوچه که نگاه کردم دیدم یه نفر مثل من بین دیوار و یه ماشینی واسطاده، ولی من تکیه داده بودم به دیوار، اون تکیه داده بود به ماشین، منتها نه از پشت، سینه‌ش رو چسبونده بود به ماشین. برام جالب شد که این چرا سینه‌ش رو چسبونده به ماشین. یه خورده که دقت کردم دیدم نگرانه، داره اطرافم نگاه میکنه و هی دور و برشو میپاد و دوزاریم افتاد که دزده. آروم آروم رفتم سمتشو تا من برسم بهش. در ماشینه رو باز کرد و نشست توی ماشین. قدمامو تند کردم، رسیدم بهش و زدم به شیشه. سریع از ماشین پیاده شد. گفت چیه؟ ماشین خودمه. گفتم من که حرفی نزدم. گفت خود چیکارم داری؟ کلیدشو گم کردم، درو باز کردم. خبریه؟ گفتم نه آروم باش، من اصلا کاری ندارم. اصلا این ماشین مال شماست. کلیدشو گم کردی، درو باز. من یه کمکی ازت میخوام. گفت کمک از من؟ گفتم بله، من دیدم شما چطوری با چه ظرافت و با چه مهارتی این در ماشین رو باز کردی. یه خواهشی ازت دارم. من تو این شلوغ پلوغیات داداشم گم شده، کلید دست داداشم بوده، میشه لطف کنی در ماشین ما رو باز کنی؟ گفت ماشین کدومه؟ گفتم اون پراید سفیده، 3 تا ماشین مونده به سر کوچه. گفت خرج داره برات؟ گفتم باشه، چقدر هزینه‌اش میشه؟ گفت 100,000 تومان میگیرم باز میکنم برات. 100,000 تومان. خلاصه افتادم به چک و چونه با یارو و قرار شد که 70,000 تومان بهش بدم بیاد در ماشین رو باز کن. اومد، یعنی من اومدم این طرف ماشین، اون رفت اون طرف ماشین، بهش بگم ماشین من اینه، در ماشین رو باز کرد. یعنی اصلا به ثانیه نکشید. اومد بره. گفتم کجا؟ گفت مگه نگفتی در ماشین رو باز کن؟ گفتم نه خب در رو باز کردی، این قفلام هست دیگه، اون قفل فرمونش، قفل پدالش. گفت دزدی تو. گفتم نه به جان خودم، میگم کلید ماشین دست داداشمه. گفت چجوری ثابت میکنی؟ این کارت ملیمو در آوردم و گفتم نگاه کن، این فامیلی من اینجا نوشته، درسته؟ توی داشبورد ماشینم این برگه تعویض پلاک و این چیزا هنوز بود. گفتم نگاه کن اینجا هم این به اسم داداشمه، یعنی فامیلی ما یکیه. یعنی اینجوری میفهمی که من دروغ نمیگم بهت. بعدم پدر آمرزیده، تو 70,000 تومان از من پول گرفتی، تازه این 2 تا قفله رو که باز کنی ماشینم باید برام روشن کنی. گفت 70 تومان دیگه میگیرم اگه بخوام این کارو بکنم. گفتم ببین من الان توی وضعیتی ام که داداشم از دست دادم، بابا مامانم خبر ندارن، پولم دیگه تو جیبم نیست، اینم که دادم بهت فکر میکردم خیر سرم، میخوام برم پاساژ پروانه یه سری خرید پرید کنم، گذاشتم تو جیبم، ندارم دیگه. یه نگاهی بهم کرد و فکر کنم دلش به حالم سوخت. نشست تو ماشین و یه خورده قفل فرمون رو برانداز کرد و یه دستی به قفل پدالینگ زد و دست کرد تو جیبش، یه سری چیز میز در آورد و 3-4 دقیقه بیشتر طول نکشید جفت قفلا رو باز کرد. یعنی اگر توی شرایط دیگری بودم براش دست میزدم، شروع میکردم تشویق کردنش، انقدر ماهر بود تو باز کردن قفل. دلم میخواست بهش بگم شاگرد نمیخوای من بیام یاد بگیرم تو چجوری این قفلا رو باز میکنی؟ باریکلا. بعدم دست انداخت پشت سویچ ماشین و یه سری سیمیم کشید بیرون و زد به هم و پیچون به هم و ماشین استارت خود و روشن شد. گفتم دمت گرم، خیلی ممنون، خیلی لطف کردی. اومد بره. گفتم که یه چیزی فقط میخواستم بگم.
گفت بله. گفتم شما که انقدر مهارت داری، انقدر کار درسته، بهتر نیست بری سر یک شغل درست حسابی، یک کار درست حسابی تا اینکه بخوای اون کار رو بکنی؟ گفت کدوم کار؟ گفتم همین، اینکه ماشین مردم رو باز کنی. گفت یعنی من دزدم؟ چی گفتی؟ گفتم نه دارم میگم که شما با این مهارت میتونین یه مغازه خوب، اصلا بی خیال آقا، بی خیال، ببخشید معذرت میخوام. یعنی چشمم افتاد به دستش که رفت توی جیبش و احساس کردم که یک چاقوی زامندار توی مشتش گرفته. حرفم عوض کردم، گفتم نه اصلا منظورم اینه که شما خیلی مهارت داری، دمت گرم، شاگرد باید بگیری، خداحافظ. نشستم پشت ماشین روشن و از پارک اومدم بیرون و انداختم تو خیابون اصلی و برگشتم سمت کرج. فقطم به این فکر کردم که برم کرج، من نیم ساعت 40 دقیقه دیگه میرسم کرج، اونجا برم کلید یدکی ماشین رو بردارم که اگه ماشین رو خاموش میکنم بعد بتونم روشنش کنم، باز دوباره برگردم برم وزرا دنبال بامداد برش دارم و با هم برگردیم خونه. در تمام طول مسیرم فکر میکردم که چی فکر میکردیم چی شد. هم شروع کردم توی ذهنم یه چیزی رو ساختن، یه دروغی رو ساختن که وقتی میرسم خونه به بابام و مامانم بگم اونا نگران نشن، کلید رو بردارم و بیام. ماشین رو جلو در خونه پارک کردم، رفتم توی خونه. بابام تا منو دید گفت که شیشه‌هاشو دودی کرد، می‌خواستی بگی زیاد نباید دودی کنه، پلیس میگیرتش. گفتم نه هنوز فرصت نشده ولی میکنیم. من اومدم یه چیزی بردارم، داریم برمیگردیم تهران. یعنی اصلا بامداد تهران موند، ماشین رو داد به من، اومدم این مدارکشو بردارم، داریم برمیگردیم تهران. یعنی برمیگردم تهران، شب میایم دیگه، شب. یعنی با وجود این همین که فکر کرده بودم جمله بندیامو درست کنم، نمیدونم درست حرف بزنم، انقدر تته پته کردم که فکر کنم هم بابام هم مامانم فهمید که ما برناممون این نیست و یه کاسه زیر نیم کاسمون هست و یه چیزی رو داریم مخفی میکنیم. کلیدو برداشتم، مامانم گفت که شام منتظرتونیم ما. گفتم باشه مامان، خداحافظ، درو بستم. ماشین رو روشن کردم، دوباره برگشتم توی اتوبان و اومدم سمت تهران. دیگه ساعت شده بود 5-6 بعد از ظهر که من رسیدم وزرا، جلوی همون ساختمونی که بامدادو برده بودن. یعنی جلوش قلقله بود، یه سری پدر مادرها و مردم جلوی در واسطه بودن که بچه‌هاشون اون تو بودن، یا مثل من خواهر برادراشون اون تو بودن. یه سری مینیبوس هم بیرون پارک شده بود که اینا رو برده بود تو، خالی کرده بود و ماموران واسطه بودن نمیذاشتن اصلا کسی بره تو. هر از گاهی این در گاراژ وزرا باز میشد، یه مینیبوس میرفت تو پر و خالی برمیگشت. یه سری از این پدر مادرها به محض اینکه این در باز میشد خودشونو میچسبوندن به این مینیبوسا که برن تو ببینن آقا وضعیت بچه‌شون چجوریه. منم دیدم انگار تنها راه ورود در واقع به وزرا همینه که یه مینیبوس که داره میاد تو، ممکنه 3-4 تا باتون بخورم ولی بالاخره میرم تو ببینم بامداد کجاست و قرار چه اتفاقی بیفته و چه بلایی سرش اومده. یکی از این مینیبوسا که پر بود از همین مردمی که گرفته بودن از سطح خیابون اومد بره تو. منم بدو چسبیدم عین مارمولک به این مینیبوس و همراه این مینیبوس رفتم تو. تو این فاصله هم که داشتم میرفتم تو، اون سربازه کسانی که در واقع دنبال این مینیبوس میدویدن و با باتوم میزد، ولی خب دیگه از دستش در میرفت و اون 2 تا سرباز دیگه هم در رو به سرعت میبستن، ولی 3-4 نفر میرفتن تو که پیگیر پرونده شون باشن در واقع. باید اینم اضافه کنم که من شانس آوردم که جزو متهمین منو هول ندادن تو صف اونایی که از مینیبوس داشتن میومدن پایین. رفتم قاطی پدر مادرها که صف بسته بودن پشت پنجره اتاق افسر نگهبان. از پشت میله هر کسی میرفت میرسید در واقع به اون پنجره، اسم بچه‌شو میگفت یا اسم اون کسی که گرفتن رو میگفت، اون تو اون لیست نگاه میکرد میگفت آره اینجاست یا مثلا شرایطش چجوریه. منم رفتم واسطم ته اون صف. حدوداً یه نیم ساعتی طول کشید تا برسم جلوی پنجره. اون کسی که پشت پنجره بود گفت اسم. گفتم وزیری، بامداد وزیری. توی لیستش نگاه کرد و صفحه اول، صفحه دوم، صفحه سوم، صفحه چهارم. گفت نیست. گفتم نیست، میگن آوردنش اینجا. گفت برو تو قسمت عکسا. و یه سربازم منو هول داد و از اون صف اومدم بیرون. قسمت عکسا کجاست دیگه؟ رفتم دیدم یه جای دیگه است که یه لیست دیگه است، دوباره پنجره است، یه سری هم اونجا صف بستن، کسانی هستن که گرفتنشون و ازشون عکس دارن.
رفتم واسطادم تو اون صفحه، رفتم پای پنجره و گفتم که بامداد وزیری. اونم همینجوری تو لیستش نگاه کرد و گفت که اینجاست. از روی یک تبلتی هم ورق زد و شماره یک عکسی رو سرچ کرد و عکس بامداد با اون قد دراز و موهای فر توی اون عکسه بود. گفت اینه؟ گفتم آره همینجور که داشتم میگفتم آره اینه، نگاه کردم دیدم بغل بامداد، یعنی 3-4 قدم عقب‌تر از بامداد منم، ولی چون داشتم حرکت میکردم یه جورایی تار افتاده بود عکس من. یارو یه نگاهی به عکس کرد، یه نگاهی به من کرد و گفت چی کارشی؟ گفتم برادرمه. دوباره یه نگاهی به عکس کرد و یه نگاهی به من کرد و گفت که اینم که تویی. دست گذاشت رو عکس من. گفتم من اصلا اونجا نبودم. گفت همین لباسا تنته. راست میگفت. فقط صورتم معلوم نبود، چون همون موقعی بود که گاز اشکاور زده بودن و دودزا زده بودن. من داشتم چشمامو میمالیدم و صورتمو پوشونده بودم وقتی که اون یارو کی بوده نمیدونم عکس گرفته بود از ما. دقیقاً همون لحظه‌ای بود که از اون به بعد من بامدادو گم کردم. گفتم سرکار مگه فقط همین یه دست لباسه؟ گفت پررویی نکن. گفتم چش، فقط بگین این برادرم کجاست. گفت اوین، عکسدار اوین چرا؟ با 1000 بدبختی اومدم بیرون. یه چند نفر ازم پرسیدن که چی شده کجا بود، پیداش کردی؟ اصلا هم نمیدونستن من دنبال کی هستم، فقط همین که هر کسی از اون تو می اومد میپرسیدن پیداش کردی یا نه، حالا هر کی. گفتم نه، میگن اوینه. گفتن وای بیچاره شد، برو اوین، برو اوین. بیچاره شد؟ چرا؟ برای چی؟ مگه چی کار کردیم؟ ما داشتیم میرفتیم پاساژ پرواز، ما اصلا میخواستیم بریم تزیینات ماشین، ما اصلا کاری به کاری کسی نداشتیم. رفتم سوار ماشین شدم و گازشو گرفتم سمت زندان اوین. یه خورده با فاصله از زندان پارک کردم و شروع کردم رفتم سمت زندان. هر چقدر به جلوی در ورودی زندان نزدیکتر می شدم، این جمعیتی که واسطاده بودن جلوی در زندان و منتظر بودن که تکلیف کسانی که گرفتن معلوم بشه بیشتر و بیشتر می شد و در واقع من بیشتر و بیشتر می دیدمشون. دیدم اونجا چه قلقله‌ایه. یه خورده چرخ زدم و دور و برم رو نگاه کردم و از این پله‌های جلوی اوین رفتم بالا پیش اون سربازی که اون دم در واسطاده بود. گفتم داداش منو میگن آوردن اینجا. گفت برو عقب واسا. گفتم فقط میخوام بدونم اینجاست یا نه و باید چیکار کنم. گفت میگم برو عقب. اومدم عقب و یه خورده دور و برم رو گشتم و چشم کردم ببینم کسی رو میبینم، برم از یکی سوال کنم. یه مرد جا افتاده واسطاده بود، یه گوشه یا داشت سیگار میکشید. رفتم پیشش و گفتم که آقا ببخشید، مثل اینکه داداش منو آوردن اینجا، الان باید چیکار کنیم؟ گفت هیچ. گفتم یعنی چی؟ یعنی هیچ کاری نباید بکنیم؟ گفت دعا کن. گفتم دعا کنم؟ برای چی؟ یعنی با دعا میاد بیرون؟ گفت فقط با دعا میاد بیرون. همینجور که داشتم با این آقای حرف میزدم، هر از گاهی در زندان باز میشد و مینیبوس و اتوبوس دوباره مردمی که از توی خیابون جمع کرده بودن و میبردن اوین. یه سری ماشینا که وارد اوین میشدن میرفتن چپ، یه سریشون میرفتن راست، یه سریشون مستقیم میرفتن و مردم اونجا در مورد این چپ و راست رفتن مینیبوسا و اتوبوسا با هم حرف می‌زدن. بعد از یه مدتی فهمیدم اتوبوسایی که میرن سمت راست، فکر کنم حالا یادم نیست دقیقاً راست و چپشو، ولی اتوبوسایی که میرن سمت راست اونا رو میبرن برای بازجویی، میزننشون و خلاصه شکنجهشون میکنن و اعتراف اجباری باید بگیرن و اونا میرن برای بازجویی. مینیبوسایی که میرفتن سمت چپ و میگفتن اونا بازداشتن تا اطلاع ثانوی، اونا یه راست میرن بند، اسمشون هم تو لیست نمیارن، هیچ خبری هم ازشون نمیدن تا بعداً سرشون خلوت بشه ببینن چی کار باید بکنن با اینا. مینیبوسایی که مستقیم میرن اونا دیگه یه راست میرن پیش قاضی و حکمشون صادر میشه و همونجا اعدام میکنن. گفتم اعدام؟ همونجا اعدام؟ یعنی چی؟ مگه میشه اصلا؟ این چه مسخره بازیه؟ اعدام یعنی من و بامداد که اصلا تو این باغا نبودیم. حتی اونایی که تو اون راهپیمایی بودن شعار میدادن، اعتراض میکردن، خب حالا اعتراض داشتن. اعدام؟ اینو اصلا نمیفهمیدم. تنم شده بود مثل یخ، دستام میلرزید، لبم میلرزید. هر چقدرم هوا تاریکتر میشد این سرمای هوام بیشتر میشد مزید بر علت. این جمعیت جلوی در زندان انقدر زیاد شده بود که دیگه چند بار اومدن تو اون بلنگو اعلام کردن که برید عقب، متفرق بشید، دور شید، گم شید، نمیدونم، ولی مردم دست بردار که نبودن. تو این وسط یکی شروع کرد شعار دادن، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور. همه هم شروع کردن دوباره دم گرفتن، مرگ بر دیکتاتور. اصلا یک وضعی شد، خود اونجا شد یک تظاهرات اساسی.
یه 7-8 دقیقه تو شعار و معار و اینا گذشت، یهو در زندان باز شد و یه سری گارد ویژه از سوی زندان با باتوم و سپر و کلاهخود ریختن بیرون. از همون دم شروع کردن زدن مردم همینطوری به چپ و راست فرار میکردن. یکیشون رسید به من اصلا گیج شده بودم، نمیدونستم کدوم طرف باید برم، اصلا مونده بودم، من که شعارم نمیدادم. حتی یارو با باتوم 4 تا پشت سر هم زد توی کتف من برگشتم اومدم برم، از پشت زد توی رون من، دوباره برگشتم سمتش گفتم نزن، یه دونه زد تو صورتم. من فقط صورتمو گرفتم و دویدم. یعنی زد تو صورتم، ته باتوم گرفت توی گونم و به 10 ثانیه نرسید 4 تا گونه اومد روی این گونه سمت راستم، ورم کرد، کبود شد، اصلا یه وضعی و درد میکرد، تمام بدنم درد میکرد، کتفم، پام. یه خورده مردم از جلوی در زندان متفرق شدن و بودن ولی پخش شدن. منم فاصله گرفتم، رفتم از زیر پل جلوی در زندان اون طرف پل تکیه دادم به دیوار و به این فکر کردم که چی فکر میکردم چی شد. چجوری میشه ثابت کرد که ما مردم معمولی هستیم؟ چرا مردم معمولی رو اینجوری دسته دسته باید بفرستین توی این بازداشتگاه ها، تو زندان، سوء سابقه براشون درست کنید؟ آخه برای چی؟ چرا کسی حرف منو باور نمیکنه؟ چرا کسی حرف بامدادو باور نکرده؟ احتمالاً گفته دیگه، داشتم میرفتم پاساش پروانه. چرا همیشه ما متهمیم؟ تو همین فکرها بودم و خیالا و چلو کباب بازار و شیرینی ماشین پراید و اینا که بابام زنگ زد. شب شده بود دیگه. گوشیو برداشتم، گفت که گوشیو بده بامداد. گفتم بامداد برای چی میخوای؟ هرچی زنگ میزنم بر نمیداره. گوشیو بده بامداد، کارش دارم. گفتم خدای من چی بگم که بابام باور کنه؟ اگه بگم رفته زندان، الان جلو در زندان اوین منتظر بام دادم که تا بشنوه سکته رو زده. گفتم بابا موبایل شارژش تموم شده، شارژرش هم خونه است. خودشم الان با دوستامون رفتن بیرون خرید کنن بیان خونه دوستمون، قرار دوره همی بشینیم عشق و حال. گفت ای خاک تو سرتون، پول ندید الکی به این عرق سگیا، توش الکل صنعتی میریزن، توش قرص خواب میریزن، مریض میشید، کور میشید. گفتم بابا کی گفت میخوایم عرق سگی بخوریم؟ گفت میگی عشق و حال، رفتن خرید، رفتن چیپس و ماست و موسیر بخرن دیگه، خر که نیستم. ترجیح دادم بابام فکر کنه ما قراره بشینیم بساط عرق خوری را بندازیم تا اینکه بفهمه بامداد توی زندان اوینه و منم هیچ کاری از دستم بر نمیاد. خلاصه با هزار بدبختی سرتای ماجرا رو با بابا هم آوردم و تا صبح جلوی در زندان اوین واسطادم. اونجا مردم میرفتن میومدن، دنبال جور کردن سند خونه بودن، دنبال جور کردن سند زمین، باغ، ویلا، که اگر یه موقع حکمی صادر میشه بتونن سند گرو بذارن، اون کس و کارشون رو از اون تو بکشن بیرون. منم تو این مدت فقط موفق شدم مطمئن بشم که بامداد توی اوین هست یا نه. یعنی بالاخره تو اون نگهبانی دم در اسمشو گفتم و نگاه کرد، گفت بله اینجاست. فقط نمیدونستم سمت چپ بردنش، سمت راست بردنش یا مستقیم. اصلا دیگه بت شده بودم. نه میترسیدم نه نمیترسیدم، نه خوشحال بودم نه غمگین بودم. هیچ وقت این احساس رو تجربه نکرده بودم. من تا 8 صبح جلوی در زندان اوین منتظر موندم. ساعت 8 صبح در باز شد و بعضیا رو آزاد کردن. فکر کنم بعد از 7-8 نفر که از در زندان اومدن بیرون، بالاخره من بامداد و با اون قد بلند و موهای تراشیده دیدم. موهاشو چرا زده بودین؟ موهای فره به اون قشنگی، به اون بلندی، قیافشو خاص کرده بود. موهاشو چرا زدین؟ ماشین کردین؟ شده بود شبیه یک شیر بیال. راستش اولش نشناختمش، فقط چون دراز بود فهمیدم بامداده. اومد بیرون، من دست تکون دادم، این پله رو رفتم بالا، اونم چند تا پله اومد پایین. همونجا روی پله‌های اوین نشستیم. چشمش که خورد به صورت من گفت صورتت چی شده؟ گفتم مهم نیست، خدا رو شکر که اومدی بیرون. همدیگر گرفتیم تو بغل و زار 2 تا مرد گنده تو بغل هم حق گریه کردیم. گریه‌مون که تموم شد گفتیم چیکار کنیم؟ گفتم تو چی فکر میکنی؟ یه سکوتی کرد و گفت
چلو کباب بازار. گفتم الان 8 صبح. گفت خب ماشینو بردار بریم تزییناتی، زور من بهت کوبیده میدم. مگه این چیزا میتونه باعث بشه من کاری که دلم میخواد بکنم و نکنم؟ پاشو بریم. و جای شما خالی. رفتیم، هم ماشینو تزییناتی بردیم، شیشه هاشو دودی کرد و یه خورده به قر و فرش رسید، هم یه چلو کباب مشتی تو بازار زدیم. موبایلش هم که گرفته بودن، یعنی گفته بودن بعدن بیا به تحویل میدیم. با موبایل منم یه زنگی زد به بابا و مامان، یه صحبتی کرد که اونا خیالشون راحت بشه. تو راه برگشتم کلی نشستیم نقشه کشیدیم که چی بگیم و چی نگیم، چی شده، گونه من چی شده، چرا تو موهاتو زدی و اینا، که بابا مامانمون شک نکنن ما چه بلایی دیروز تا حالا سرمون اومده. من گفتم از پله ها افتادم، صورتم خورده تو دسته نرده کنار پله خونه رفیقم. بامدادم گفت شرط بندی کردیم، داشتیم ورق بازی میکردیم، حکم دادن که من باید موهامو بزنم، مجبور شدم موهامو بزنم. کلی هم مامانم بد و بیرا گفت بهش که چرا موهاتو زدی و حیف شد. ولی ماجرا به خیر گذشت تا شب، وقتی که همه جلوی تلویزیون نشسته بودیم و یکی از این شبکه‌های ماهواره‌ای من و بامداد و جلوی در اوین همونطور که همدیگر رو گرفته بودیم تو بغل و گریه می‌کردیم، نشون داد به عنوان اینکه بعضی از کسانی که دستگیر شده بودن آزاد شدن. از شانس ما هم مامان هم بابا جفتشون زل زده بودن به تلویزیون. دوربین یه لحظه منو بامداد نشون داد. یه سکوتی شد، هر دوتاشون برگشتن به ما نگاه کردن و ما نمیدونستیم چی بگیم. ما فقط داشتیم رد میشدیم. ما آدمای معمولی هستیم. ممنونم از شما که پادکست قوطی عطاری رو دنبال میکنید. ممنون که میشنوید، ممنون که برام کامنت میذارید و ممنونم که از پادکست قوطی عطاری حمایت میکنید. قوطی عطاری رو به دوستانتون معرفی کنید و یادتون نره منتظر خواندن یا شنیدن خاطرهای شما هستم. دوستان و عزیزانی هم که میخوان برای اسپانسرینگ در قوطی عطاری اقدام کنن، لطفاً یا در دایرکت اینستاگرام قوطی عطاری برام پیغام بذارن یا در ایمیل قوطی عطاری.